میخوانیم که اهدنا الصراط المستقیم، پروردگارا هدایت کن آیان را برای راست. صراط الذین انعمت علیهم، رای آنانی که پروردگارا تو بر آنها انعام کرده ای، که مراد است انعمت علیهم که انبیا علیهم السلام، صدیقین و شهدا و صالحین است که انبیاء با اینها که است بهتر است. اما میگه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، پروردگارا برای ما نصیب مداد راه یهود را ولا الضالین راه نصارا را. مفسرین کرام در این باره اتفاق نظر دارند که مراد از مغضوب علیهم که از یهود است و مراد از ولا الضالین که از نصارا می باشد. اینجاست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خطاب میکنه یا ایها الناس، ای مردم، ان الله طیب لا یقبل الا طیبا. الله تبارک و تعالی پاک است، فقط چیزهای پاک را که از قبول میکنه. باز در ادامه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که الله جل جلاله مسلمانها را، مؤمنین را به آن چیزی امر میکنه که انبیا علیهم السلام را امر کرده است. خداوند جل جلاله در قرآن عظیمشان انبیا علیهم السلام را به دو چیز امر میکنه. یکی به خوردن مال حلال و طیب و پاک بخور. دوم انبیا علیهم السلام را امر میکنه که عمل صالح انجام بده. الله جل جلاله میفرماید یا ایها الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا. ای رسولان، بخورید از چیزهای پاک و پاکیزه و عمل صالح انجام بدهید. انی بما تعملون علیم. هر آن چیزی را که شما انجام میدید با آنکه از الله جل جلاله دانست و آگاهی دارد. عین همین چیز الله جل جلاله که از مؤمنین را امر میکنه. در قرآن عظیمشان میفرماید که یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. الله خطاب میکنه به مؤمنین آمنو که از یک عام است، در داخل میشه شاه و گدا و غریب و مالدار و فقیر و بیچاره و صوفی و جاهل همگی را شامل میشه. الله امر میکنه که کسایی که لا اله الا الله محمد رسول الله میگین، کلوا من طیبات ما رزقناکم، از آن رزقی که من برای شما عطا کردم حلال آن را بخورید. این امری است که الله جل جلاله برای مؤمنین کرده است. بعد از آن رسول الله صلی الله علیه و سلم ضرب المثل را بیان میکنه که شخص سفر طویل و دور و دراز دارد، موهای سرشم درم و رمس و خاکم در روش و در سر روش خاک آلوده است. در یک بیابان است، دست خود را بلند میکنه، میگه یا رب ای پروردگار. در حالی که خوردنی این انسان حرام است، نوشیدنیش حرام است، لباسش حرام است، تغذیه‌اش حرام شده. فأنا یستجاب. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که چگونه دعای این شخص نزد الله قبول شود، در حالی که دعای انسان مسافر نزد الله قبول میشه. در حالت سفرم میکنه، در یک دشت و بیابانه هم از با پروردگارش مناجات میکنه، در حالی که رزق و روزی حرام میخوره، لباس حرام میپوشه، غذای حرام میخوره. هر چقدر که دعا بکنه نزد الله جل جلاله که از دعای قبول نمیشه.
چیزهای پاک و پاکیزه را که از بخوریم. سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه آنجا نشسته بود. گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، ای پیغمبر خدا، برای من دعا بگو که من مستجاب الدعوت قرار بگیرم، دعای مرا الله اجابت بکنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برایش میگه اطیب مطعمک، رزق روزی حلال بخور. هر وقتی که انسان رزق روزی خود حلال کرد، از حرام دوری کرد، الله جل جلاله کس دعای انسان را میپذیره و قبول میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه میگه اطیب مطعمک، غذای خود را کس حلال بگردان. باز رسول الله صلی الله علیه و سلم بر رب کائنات قسم یاد میکنه والذی نفس محمد بیده، قسم است بر آن ذاتی که جان محمد در ید بلاکیف پروردگار است، اگر لقمه حرامی در شکم یک انسان داخل شود تا 40 روز پروردگار عبادتش را قبول نمیکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اگر یک لقمه حرامی که در شکم یک انسان داخل شود تا 40 روز پروردگار ذوالجلال عبادت این انسان را قبول نمیکنه. باز نبی کریم صلی الله علیه و سلم در ادامه میگه که ایما عبد، هر آن بنده‌ای که تغذیه از حرام شده باشد جهنم برای آن اولا و بهتر است، یعنی جای او که است در جهنم است. سعد بن عبدالله رضی الله تعالی عنه میفرماید که نجات یک انسان منحصر در 3 چیز است. اگر 3 چیز دستورالعمل خود قرار دهد، این انسان که از کامیاب و فوز و فلاح دنیا و آخرت را از آن خود کرده است. اول خوردن حلال، دوم ادای فریضه الهی، کسایی که فرائض الهی را ادا میکنند یکی از نجات پیدا میکنند. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه میفرماید تارک العبادات المفروضه زندیقتون، آنهایی که مفروضه الله را ترک میکنند آنها زندیق است. چه روزه باشد، چه نماز باشد، چه حج باشد، چه زکات باشد، هر آن چیزی را که الله فرض قرار داده است آن را ترک میکنند، انسان زندیق است. سوم چیزی که عبدالله بن سلم رضی الله تعالی عنه بیان میکنه که سبب نجات انسان است اتباع و پیروی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید کل امتی یدخلون الجنه، تمام امتی من داخل جنت میشود الا من ابا، مگر آن عده‌ای که از من انکار میکنه. صحابه عرض میکنه که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم من ابا، آنهایی که انکار میکنه چه شخص است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید من اطاعنی دخل الجنه و من عصانی فقط ابا. هر آن کسی که پیروی من را میکنه، با روش من رفتار میکنه، اتباع و پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم این نیست که بر زبان بگوییم که ما پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم. اتباع رسول صلی الله علیه و سلم آن وقت میگه که موضوع که است اتباع حقیقی بکنی. سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را عملی نماییم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که کسایی که اطاعت و فرمانبرداری از من میکنه آن که در جنت داخل میشود. اما آن عده‌ای که اطاعت من را نمیکنه و از من انکار کرده است. اینجاست که عبدالله بن سلم رضی الله تعالی عنه میفرماید که نجات یک انسان منحصر در 3 چیز است.
همچنان امام احمد بن حنبل رحمت الله تعالی علیه و جمع دیگری از علما به سند حسن نقل میکنه که اگر در یک انسان 4 چیز پیدا شود نقصان و ضرری برای این انسان پیش نمی آید، این انسان از هر نوع نقصان و ضرر در امن و امان می باشد. آن 4 چیز یکی حفظ امانت است، انسانی که امانت دار است. دوم انسانی که راستگو راست میگه، راستی انسانو که به طرف جنت سوق میدهد. انسان راستگو راستیش که است این انسان رو به طرف جنت سوق میدهد، اما انسان دروغگو را که است دروغش به طرف جهنم سوق میدهد. دوم که است راست گفتن و سوم که است اخلاق نیکو. کسایی که اخلاق نیکو پسندیده دارند این انسان هم که است در دنیا هیچ نوع نقصان و ضرر را متحمل نمی شود. چهارم که است رزق حلال است. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه میفرماید که رسول الله میفرماید که یک شخصی که است یک لباس میخره به 10 درهم، به 10 روپیه یا 50 روپیه کسی یک لباس میخره، 1 روپیه اون کسی از مال حرام است. تا مادامی که آن لباس در بدن این انسان است الله عبادتی را قبول نمیکنه. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما صحابه جلیل القدر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است. میگه یک شخصی که است در 50 روپیه یا 20 روپیه یا 100 روپیه که یک جور لباس میسازه برای خودش، اگر 1 روپیه آن از حرام باشد تا وقتی که آن لباس در بدنش است الله عبادت این شخص را قبول نمیکنه. همچنان باز عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه میفرماید، ابی هریره رضی الله تعالی عنه میفرماید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود یاتی علی الناس زمان، بالای مردمی تو یک زمانه می آید که هیچ گمانی را ندارد، به نظرش نمیخورد که این مال ما از کجا به دست می آورم، این مال حلال است یا حرام. رسول الله صلی الله علیه و سلم از من و شما را پیشگویی کرده، میگه بالای امتی من تو یک زمانی میاد که وقت زمانی که کسب و کار میکنن حلال و حرام و فرق نمیکنن. شخصی فقیه ابو لیث سمرقندی رحمت الله تعالی علیه میفرماید که یکی از علمای برجسته دین مقدس اسلام است حکایت میکنه، ثلاثة لا یستجاب دعوتهم، 3 شخص است که الله جل جلاله دعای آنها را اجابت نمیکنه، دعای آنها نزد الله جل جلاله قابل قبول نیست. یکی از آنها آکل الحرامی، انسان حرام خور الله جل جلاله که از دعایش را قبول نمیکنه. قبلا حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هم گذشت. در اینجا فقیه ابو لیث سمرقندی رحمت الله علیه هم میگوید که دعای انسان حرام خور نزد الله جل جلاله قابل قبول نیست. دوم مقدار الغیبت، کسایی که غیبت میکنند دعای اینا نزد الله قبول نمیشه. کسایی که غیبت برادر مسلمان خدا میکنه الله دعای اینا را کس قبول نمیکنه. سوم آن اشخاص را دعایشان را الله قبول نمیکنه که با مسلمانان حسد و کینه میکنه. هر انسانی که با مسلمان حسد و کینه میکنه الله جل جلاله دعای آنها را قبول نمیکنه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه میفرماید که لا يدخل الجنة
داخل نمی شود در جنت آن جسد و اندام و بدنی که تغذیه آن از حرام شده باشد. خلیفه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که می فرماید که لا يدخل الجنه جسد غذی بحرام، آن جسد و بدنی که تغذیه‌اش از حرام شده داخل جنت نمی شود. همچنان ابی هریره رضی الله تعالی عنه می فرماید که ابو هریره رضی الله تعالی عنه می فرماید از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سوال شد کدام مردم که است زیادتر در آتش جهنم می روند؟ به سبب کدام اعمال که است بیشترین مردم در آتش جهنم می روند؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که به سبب فم و فرج، به سبب دهن و به سبب اعضای مخصوصه عفت و پاکدامنی را مراعات نمیکنه، به سبب آن کس آتش جهنم میره. علت و اسبابی که به سبب دهن کس انسان در جهنم میره، یکی از آن کس حرام خوری است، دوم سخنان بیهوده گفتن است، غیبت و بهتان کردن است. تمام این چیزهایی است که بر دهن گفته میشود سبب میشود که انسان داخل جهنم داخل شود. باز از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان شد کدام اعمال است که به سبب آن انسانها که از بیشتر داخل جنت میشوند؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود تقوی الله و حسن الخلق، تقوا و پرهیزگاری، از خدا ترسیدن و حرام نخوردن و همچنین اخلاق نیکو و پسندیدن. به سبب این که است انسانها داخل جنت می شوند. الله تبارک و تعالی برای ما و شما هم که است جنت را نصیب بگردن و اخلاق نیکو پسندیده برای ما و شما نصیب بگردن. و همچنان یکی از صحابه جلیل قدر رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که آن مردمی که به زور و بازوی خود مال دیگر را میگیره و برای خود که از تصرف میکنه، نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرماید که جهنم برای این انسان واجب است. الله جنت را برای این انسان حرام قرار میده. کسی که زمین برادر مسلمان خود را، مال برادر مسلمان خود را به نیرنگ و فریب و به هر چیزی که باشه بگیره. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه آن مردمی که مال برادر مسلمانش را میگیره در تصرف خودش میاره، الله که است جهنم را برای این انسان واجب قرار میده، جنت را برایش حرام قرار میده. هر چقدر کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را بخواند، هر چقدر طاعت و بندگی الله را بکنه، اگر روزانه 100,000 مرتبه که از تسبیح شکر و ذکر الله را بکنه، هیچ نزد الله قابل قبول نیست. همچنان آنی مردمی که آن علمایی که از ظلم ظالم حمایت میکنه، اینها هم که است وعید شدید برایشان صادر است. شیخ ملا محمد عمر ملازعی رحمت الله تعالی علیه تفسیر دارد به نام تبیین الفرقان. در تفسیر تبیین الفرقان نوشته کرده هر آن کسی که، هر آن دعوتگری که، هر آن عالمی که از ظلم ظالم حمایت میکنه، از ظلم
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مکه مکرمه را فتح کرد، مسلمان ها که است گروه به دین مقدس اسلام پیوستند، جماعت که است به دین مقدس اسلام داخل میشدند. این بود که الله تبارک و تعالی برای رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور داد تا اینکه امرای یهود و نصارا که است جهاد بکنه. این وقت بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم اعلان جهاد را شروع کرد در مقابل یهود و نصارا. 30,000 مجاهدین که است رسول الله صلی الله علیه و سلم جمع کرد و به طرف دمشق و شام حرکت کرد در سال 9 هجری. وقتی زمانی که حرکت کرد در تبوک که رسید، در آنجا اردوگاه زد، 10 روز که رسول الله صلی الله علیه و سلم آنجا استاد شد. مردم که است گروه پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم می آمدند. آنهایی که به اسلام و شرف میشدند رسول الله صلی الله علیه و سلم که از اجازه شان میداد. آنهایی که بر دین یهودیت و نصرانیت بود رسول الله صلی الله علیه و سلم بالای آنها جزیه و مالیات تعیین میکرد. الله تبارک و تعالی اما مشروعیت جزیه و مالیات که است از قرآن و حدیث و اجماع امت ثابت است. یک امری مشروع است، اما از چه شخصی گرفته شود؟ الله که از پیغمبرش را امر میکنه قاتل الذین یؤمنون بالله والیوم الاخر. ای پیغمبر جهاد بکن امرای آنانی که ایمان نمیارند به الله و پیغمبرش. مراد از آن یهود و نصارا و مجوسیای روم بود، رومیا بودند. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. حرام نمیدانستند آن چیزها را که الله و رسول الله حرام قرار داده بود. آنها را یهودیت که است، نصرانیت که است حلال نمیدانستند. اما خداوند جل جلاله برای پیغمبرش امر میکنه که امرای یهود و نصارا که است به جهاد شروع کن، به خاطری که اونها که است دین تو را قبول نمیکنند. آنها آن چیزها را که الله و رسولش حرام قرار داده حرام نمیدانند. اینجا بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم به جهاد شروع کرد و رفت. آنهایی که مسلمان شده بود بالاشان جزیه و مالیات تعیین نمیکرد. آنهایی که بر دین یهودیت و مجوسیت و نصرانیت که میمون برای آنها که است جزیه و مالیات تعیین میکرد. هر عالمی که فتوای مالیات را صادر میکنه میگوید که از مسلمانان گرفتن جایز است، آن عالم که صفت یهودیت و نصرانیت را داره. هر کسی که باشد، در هر رأسی که باشد، آن عالم خو خصلت علمای یهود را داره که کتاب خداشان را تحریف میکردن. ابن عباس رضی الله تعالی عنه میفرماید که لیس علی المسلمین جزیتون، برای مسلمان جزیه نیست، مالیات نیست. هنگامی که ابو عبیده رضی الله تعالی عنه میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم به اهل یمن که است یک نامه نوشته کرد. گفتی نامه که است از طرف محمد است الی اهل الیمن، به طرف اهل یمن. انه من اسلم من یهودی او نصرانی فانه المؤمنین. هر آن کسی که از یهودی و نصرانی که از ایمان بیاره او که از حق و حقوق مسلمان ها را داره. هر آن کسی از یهودیت و نصرانیت ایمان نمیبرند بالای آنها فشار آورده نمیشه، بالای آنها که جزیه و مالیات تعیین میشه. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم، صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین به خاطر دبدبه مسلمان ها، به خاطر زور و بازوی مسلمان ها بالای یهود و
نصرانیت کس مالیات و جزیت تعیین نکردیم، در حالی که برعکس آن فیصله شدگی است. به هر حال الله جل جلاله در قرآن عظیم شان می فرماید که یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. ای آنانی که ایمان داریم به الله، ایمان داریم به پیغمبر، از آن چیزی بخوریم که الله برای شما حلال قرار داده است. الله تبارک و تعالی برای ما شما رزق روزی حلال نصیب بگرداند. پروردگار طاعت و بندگی ما شما به درگاه خودش قبول و منظور بگرداند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یکی از